نوامیس خود حفاظت کنید بندگان الله. ما در زندگی خود مسائلی داریم که جزء ناموس ماست و مقدسترین و ارزشمندترین چیزها در زندگی انسان مؤمن حساب می شود و انسان مؤمن باید از ناموس فردی و ناموس جمعی خود حفاظت بکنه. نوامیس فردی را همه می شناسید، خانواده و حیثیت و آبروست، و نوامیس جمعی جامعه اهل سنت چند چیز است. از جمله اینها هیئت‌های علمی و هیئت فتواست، از جمله اینها مدارس علوم دینی هستند، از جمله اینها انجمن‌های خیریه‌ای که وابسته به تشکیلات اهل سنتند. آنها حتی اگر خطایی از آنها هم سر بزند ما باید از سر دلسوزی در کنار آنها قرار بگیریم و خطای احتمالی آنها باید رفع بشود، نه که در مقابل آنها قرار بگیریم و آنها را تضعیف بکنیم. چرا که کسی